بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز پایه هفتم. با تدریس فصل 5 ریاضی هفتم، مبحث شمارنده ها و اعداد اول و بخش عدد اول در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میخوام با عدد اول و حال مباحث توی این خصوص آشنا بشیم. دانش آموزان یک مدرسه در کلاس‌های ورزشی ثبت نام کردند. تعداد ثبت نام شده ها و تعداد نفرات هر تیم در آن رشته تو جدول زیر مشخص شده. تو کدوم رشته ورزشی تعداد ثبت نام شده ها مناسبه؟ چرا؟ این توی گروه‌های ورزشی فوتبال و والیبال اینو ثبت نام کردن که تو این جدول مشخصه. رشته ورزشی فوتسال ثبت نام شده ها 21 نفر، والیبال 12 نفر، بسکتبال 13 نفر، پینگ پونگ 9 نفر، بدمینتون 7 نفر. توی فوتسال تعداد ثبت نام شده ها 21 نفرات هر تیم 5 تاست. والیبال 12 تاست، تعداد هر تیم 6 تا. بسکتبال 13 تا ثبت نام شدن، 5 نفر تو هر تیمه. پینگ پونگ 9 تا ثبت نام شدن، 2 نفر تو هر تیم، و بدمینتون هم که 2 نفر در هر تیمه. تو اینجا بسکتبال و والیبال مناسبه، زیرا تعداد ثبت نام شده ها تقریبا با 2 برابر تعداد نفرات هر تیمه، تقریبا برابر هست. مثلا نفرات تیم والیبال 6 نفره، 2 برابر 12 تا والیبال مناسبه. تیم بسکتبال 2 تا تیم 5 نفره میشه 2 تا 5 تا میشه 10 تا، تقریبا برابره. این تو اینها مناسب هستش. حالا گفته تو کدوم رشته ها تعداد ثبت نام شده ها مناسب نیست؟ چرا؟ یکی از این رشته ها فوتسال، پینگ پونگ و بدمینتونه، زیرا تعداد ثبت نام شده ها بیش از 2 برابر ظرفیت نفرات هر تیم هستش. بیش از 2 برابر. مثلا تو فوتسال 21 ثبت نام شدن، 2 برابرش میشه 10 تا، 11 تا اضافه است. و همچنین تو پینگ پونگ 2 برابرش میشه 4 تا، 5 تا اضافه است. یا تو بدمینتون هم 2 برابرش میشه 4 تا، 3 تا اینجوری اضافه هستش. که با کمترین جابجایی اگه بخوایم این تعداد نفرات رو درست کنیم، بخوایم پیشنهاد بدیم، میتونیم این کار رو انجام بدیم. فوتسال بشه 12 تا، پینگ پونگ بشه 4 تا، بدمینتون هم 4 تا. این میشه تقریبا یه رنج مناسب که از اون تیم‌های دیگه کم کنیم. به این حالت مناسب میشه که این کار رو انجام بدیم. عدد 6 رو مانند نمونه به صورت ضرب 2 عدد طبیعی می‌نویسیم، معنیش رو هم میگیم. 6 نگاه کنید به صورت 2 ضرب 2 عدد طبیعی میشه 2 ضرب در 3، یعنی 2 دسته 3 تا، این که تو ابتدایی خونده بودیم. و میتونیم بگیم که 6 میشه 3 ضرب در 2، یعنی 3 تا دسته 2 تایی. پس میشه یا 2 تا دسته 3 تایی یا 3 تا دسته 2 تایی. یا میتونیم بگیم 1 ضرب در 6 یعنی 1 دسته 6 تایی، یا میتونیم بگیم 6 ضرب در 1 یعنی 6 تا یکی. پس حالتهای مختلفی که هستش رو میتونیم بنویسیم. عدد 10 رو مانند نمونه تقسیم میکنیم، یک تساوی هم مینویسیم، معنیش میکنیم. اینجا جوریه که تقسیما نباید باقی مونده بیاره. پس 10 تقسیم بر 2 میشه 5. 5 یعنی چی؟ یعنی 10 رو میتونیم 2 تا 2 تا ما میتونیم 10 رو بشمریم. 10 تقسیم بر 2 یعنی 2 تا 2 تا 10 رو بشمریم، میشه 5 تا 2 تایی اگر بشمریم. یا میتونیم بگیم 10 تقسیم بر 5 که میشه 2، یعنی 10 رو میتونیم 5 تا 5 تا هم بشمریم. فرض کن یه تیم 10 نفر آدم، میگیم که یه موقع میگیم 2 تا 2 تا وایستید میشه 5 تا 2 تایی، یه موقع میگیم 2 تا دسته 5 تایی وایستید میشه 2 تا دسته 5 تایی، مثلا بازم همون 10 تا میشه. یا میتونیم به صورت 10 تقسیم بر 1 که میشه 10، یعنی یک 10 رو میتونیم یکی هم بشمریم، یکی بشمریم اینجا. یا نه 10 به صورت کلی هستش که 10 تا 10 تا اگر بخوایم بشمریم. این زمان مثلا فرض کن 10 نفر هم بخوایم اینا تقسیم بندیشون کنیم جوری که باقی مونده هم نیاره، به 4 حالت ما 10 رو میتونیم تقسیمش کنیم که باقی مونده هم نیاره. حالا 12 تا دایره رو به دسته‌های مساوی تقسیم می‌کنیم. مشخص می‌کنیم 12 رو چند تا میتونیم بشمریم. به این ترتیب ما می‌خوایم شمارنده‌های عدد 12 رو به دست بیاریم. شمارنده 12 چطوری میتونیم؟ 12 رو میتونیم یکی بشمریم. پس 1 میشه 1. اولین شمارندهش میشه 1. میتونیم یکی بشمریم. میتونیم 2 تا 2 تا بشمریم
که میشه اینطوری به این حالت دوتا اگر بشموریم میشه 6 تا دسته دوتایی میشه. پس یک دیگه از شمارنده های 12 میشه 2. ما میتونیم دوتا بشموریم. میتونیم 12 رو 3 تا بشموریم. 3 تا بشموریم یعنی یک دسته ستایی 2 تا، 3 تا و 4 تا دسته ستایی میشه که بازم باقی مونده نمیاره. پس یکی از شمارنده های 12 میشه چند؟ 3. 12 رو میتونیم 4 تا هم بشموریم، یعنی اینجا یک دسته 4 تایی، 3 تا دسته 4 تایی به این شکل میشه. پس یکی دیگه از شمارنده های 12 میشه 4. ببینید باقی مونده نباید بیاره. یکی دیگه از شمارنده های 12 6. ما میتونیم به صورت 2 تا دسته 6 تایی هم قرار بدیم این رو و آخرین شمارندهش هم میشه یک دسته 12 تایی. 12 میتونیم به صورت 12 تایی هم بشماریم. پس ببینید شمارنده های 12 یعنی اعدادی که اگر 12 رو به اونا تقسیم کنیم باقی مونده نمیاره. خب اینا رو بهش میگیم شمارنده های عدد 12. خب حالا تو همه جا این رو داریم. با یکی از روش‌های بالا شمارنده های هر عدد رو مشخص کنید. شمارنده های عدد 14 و شمارنده های عدد 15 و همچنین 8 و 9. شمارنده های 14 یکی خود یک هستش. 14 تقسیم بر 2 میشه 7. به این باقی مونده نمیاره. پس دومین شمارندهش میشه 2. یکی خود 7، 14 تقسیم بر 7 میشه 2. باقی مونده نیاورد. و یکی هم خود 14. پس شمارنده 14 اینا میشه 1، 2، 7 و 14. اعدادی که اگر 14 رو به اونا تقسیم کنیم باقی مونده نمیاره. شمارنده 15 چی؟ 15 تقسیم بر 1 میشه 15. پس یکیش میشه 1. 15 تقسیم بر 2 نمیشه چون به 2 بخش پذیر نیست، هم به 3 میشه 5. به 5 میشه 3. به 15 هم میشه 1. پس شمارنده های 15 هم اینها میشن 1، 3، 5 و 15. شمارنده های 9 چی میشن؟ 9 تقسیم بر 1 میشه 9. به 2 ساده نیست. به 9 تقسیم بر 3 میشه 3 و 9 تقسیم بر 9 میشه 1. پس 3 تا شمارنده بیشتر نداره. یکی 1 هست، 3 هست و 9 هست. اینا شمارنده های عدد 9. شمارنده های عدد 8 تقسیم بر 1 میشه 8. تقسیم بر 2 میشه 4. تقسیم بر 4 میشه 2. تقسیم بر 8 هم میشه 1. پس شمارنده های عدد 8 هم میشه 1، 2، 4 و 8. هر عدد به این شکل ما میتونیم شمارنده هاش رو به دست بیاریم، تقسیم کنیم به اعداد و اگر باقی مونده نیورد اون میشه یکی از شمارنده های عدد. عدد 2 شمارنده 4. 4 هم شمارنده 12 است. آیا میتونیم نتیجه بگیریم که 2 شمارنده 12 هم هست؟ چرا؟ بله میتونیم این کار رو انجام بدیم. ببینید 4 میشه 2 ضرب در 2، 12 میشه 3 ضرب در 4. پس نتیجتا 12 میتونه باشه 3 ضرب در 2 ضرب در 2. پس 12 شمارنده هاش میتونه 2 هم باشه به این شکل طبق اینجا که میشه 12 میشه 6 ضرب در 2. پس یکی از شمارنده های 12 2 هستش. طبق این رابطه‌ای که اینجا داشتیم ما میتونیم رو درست بنویسیم، یعنی 6 تا دسته دوتایی، پس 2 شمارنده 12 هستش. به طور کلی اگر A شمارنده B باشه، B هم شمارنده C باشه، میتونیم نتیجه بگیریم که A شمارنده C هم هست. این رابطه ریاضیش B میشه A ضرب در D، C هم میشه B ضرب در E. پس ما میتونیم بگیم که C میشه A ضرب در D ضرب در E، یعنی اون شمارنده اونم هستش. این به صورت کلی، یعنی A شمارنده C هم هست که به صورت رابطه ریاضی هم اینجوری میتونیم بنویسیم. جدول زیر رو کامل کنید. شمارنده های عدد رو از کوچیک به بزرگ بنویسید. خب این اعداد مختلف نوشته شده، میخوام شمارنده هاشو بنویسیم. عدد 9 شمارنده هاش یکی 1 بود، یکی 3 و یکی هم خود 9 طبق اون چیزی که قبلا داشتیم. 15 1 هستش، 3 هستش، 5 هست و 15. 4 1 هستش، 2 هست و خود 4. 14 1 بود، 2 بود، 7 بود و 14. شمارنده های 5 هم که فقط 1 هست و 5 غیر از اون عدد دیگه ای نداره. 13 فقط 1 هستش و 13. این مطالب که گفته میشه نکته داره. با دیدن این جدول نتیجه میگیریم که چی؟
چه عددی که شمارنده همه اعداده؟ شما می‌بینید در ستون سمت چپ همه اعداد عدد 1 رو دارن، پس 1 شمارنده همه اعداد هستش. کوچکترین شمارنده هر عدد، باز هم همینجا تو این جدول نگاه کنید، کوچکترین شمارنده هر عدد 1. بزرگترین شمارنده هر عدد 9 بزرگترین شمارنده داشتنده 9. 15 بزرگترینش چنده؟ 15. 4 بزرگترینش 4. یعنی چی؟ بزرگترین شمارنده هر عدد خود اون عدد هستش، بزرگترین شمارندش. همه شمارنده های یک عدد چی هستن؟ مقسوم علیه های اون عدد هستن، یعنی اون عدد به اونها تقسیم میشه و باقی مونده هم نمیاره. بعضی از عددها الان تو اینجا نگاه کنید، بعضی از عددهایی که هستش اگه مثلا 1 رو در نظر نگیریم فقط یه شمارنده داره، غیر از 1 خودشه، پس با 1 در نظر بگیریم میشه 2 تا شمارنده. پس بعضی از عددها فقط 2 تا شمارنده دارن. هر عدد بزرگتر از یک حداقل 2 تا شمارنده داره، یکی هم خودش. پس حداقل تعداد شمارنده های یک عدد 2 تا هستش. برای عدد 7 از روش ضرب یا تقسیم کردن دسته‌بندی استفاده می‌کنیم، شمارنده هاشو می‌نویسیم. 7 میشه 1 ضرب در 7 یا 7 ضرب در 1. پس عدد 7 فقط چند تا شمارنده داره؟ 2 تا شمارنده داره، 1 و 7. قانون کلی. به عددهایی مثل 5 13 و 7، این سه تا عددی که تا اینجا داشتیم که فقط 2 تا شمارنده دارن، اون 2 تا شمارنده هم یکیش یکی هم خود اون عدد هست، بهشون میگیم عدد اول. پس عدد اول اعدادی هستن که فقط 2 تا شمارنده دارن، یکیش یکی هم خود اون عدد. این اعداد رو میگیم اعداد اول. مانند نمونه عددها رو با حاصل ضرب 2 عدد غیر از 1 بنویسید. 13 میشه چی؟ حاصل ضربش میخوام بنویسیم 6. همچنین ببینید 13 رو اگه نگاه کنید دیگه حاصل ضرب 2 تا عدد نداره اصلا. 6 میتونه حاصل ضرب 2 ضرب در 3 باشه. 17 چی؟ نداره هیچی. 25 میتونیم به صورت 5 ضرب در 5 بنویسیم. 8 چی؟ به صورت 2 ضرب در 4 میتونیم بنویسیم. 9 به صورت 3 ضرب در 3 میتونیم بنویسیم. 12 حاصل ضرب 2 ضرب در 6 یا 3 ضرب در 4 میتونه بشه. کدوم عددها رو نمیتوان به صورت ضرب 2 عدد غیر از 1 نوشت؟ اون عددی که هستن یکی 13 بود، یکی 7 بود که هیچ حاصل ضربی غیر به صورت حاصل ضرب 2 عدد غیر از 1 نمیتونیم بنویسیم. 1 ضرب در 3 غیر از 1 نمیتونیم بنویسیم. این اعداد رو میتونیم، اعدادی که اینجوری هستن حالا تو اینجا هست، آیا میتونم گفت هر عددی که به صورت ضرب 2 عدد بزرگتر از 1 نوشته شود اول نیست؟ درسته. اعدادی که اینجوری هستن مثل 13 مثل 17 که اگر 1 رو در نظر نگیریم نمیشه به صورت حاصل ضرب 2 عدد بنویسیم، بهشون میگیم اعداد اول. حالا با قاعده بخش پذیری بر 2 3 و 5 که ما تو دبستان آموختیم یا روش‌های بالا که بود، مشخص کنیم کدوم یکی از عددهای طبیعی کمتر از 30 اول هستن که دورشون خط میکشیم. عددهایی هم که اول نیستن به صورت حاصل ضرب 2 عدد مینویسیم. خب اول از همه 1، این یه عدد اولین عدد خود 1. 2 یه عدد حاصل ضرب 2 عدد ما میتونیم بنویسیم؟ نمیتونیم، پس این خودش یه عدد اوله. 3 رو میتونیم به صورت حاصل ضرب 2 عدد بنویسیم؟ اینم نمیشه، نمیتونیم بگیم 2 تا 1 کنیم، 2 تا عدد صحیح باید باشن، 2 تا عدد طبیعی. 4 میتونیم بگیم حاصل ضرب 2 ضرب در 2، پس این اول نیست. 5 ولی اوله، نمیتونیم به صورت حاصل ضرب 2 عدد بنویسیم. 6 چی؟ بله میتونیم بنویسیم 2 ضرب در 3، پس این اول نیست. 7 عدد اوله. 8 میتونیم بگیم 2 ضرب در 4. 9 میتونیم بگیم 3 ضرب در 3. 10 حاصل ضرب 2 ضرب در 5. 11 عدد اوله، نمیتونیم به صورت حاصل ضرب بنویسیم. 12 میشه 2 ضرب در 6 یا 3 ضرب در 4، پس اینم اول نیست. 13 عدد اوله، نمیتونیم به صورت حاصل ضرب بنویسیم. 14 میشه 2 ضرب در 7، پس اول نیست. 15
3 ضرب در 5 اول نیست. 16 4 ضرب در 4 یا 2 ضرب در 8 اول نیست، ولی 17 باز عدد اوله. 18 2 ضرب در 9 میتونیم بنویسیم، ولی 19 دوباره عدد اوله، نمیتونیم به صورت حاصل ضرب دو عدد بنویسیم. 20 میتونیم به صورت 4 ضرب در 5 یا 2 ضرب در 10 بنویسیم. 21 به صورت 3 ضرب در 7 میتونیم بنویسیم. 22 به صورت 2 ضرب در 11 میتونیم بنویسیم، ولی 23 باز عدد اوله. 24 به صورت حاصل ضرب 2 ضرب در 12 هستش یا 6 ضرب در 4، پس اینم عدد اول نیست. 25 به صورت 5 ضرب در 5 میتونیم بنویسیم. 26 حاصل ضرب 2 ضرب در 13 است، پس اینم اول نیست، ولی باز 27 هم 3 ضرب در 9 که میشه 27. 28 2 ضرب در 14. 29 باز اینجا عدد اوله و 30 دوباره میشه 3 ضرب در 10 که اول نیست یا 6 ضرب در 5. پس ببینید اعدادی که اول هستن و اینجا دورشون خط کشیدیم. 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 و 29. این تا عدد 30. این اعداد اول هستن که دورشون خط کشیدیم. می‌بینید که با بخش حاصل ضرب ندارن این اعداد که بخوام به صورت حاصل ضرب بنویسیم. آیا 17 شمارنده 247 چرا؟ خب چون 247 بر 17 بخش پذیر نیست، 247 رو به 17 تقسیم می‌کنیم، اگر باقی مونده نیاورد پس شمارندشه، ولی چون بخش پذیر نیست پس شمارندش نیست. آیا اگر عددی بر 3 بخش پذیر بود میتوان گفت که 3 شمارنده اون عدده؟ بله درسته. هر عددی اگر بر عددی بخش پذیر بود اون عدد یکی از شمارنده هاش میشه. 4 عدد بنویسید که 5 شمارنده آنها باشد. 5 و 10 و 15 و 20 اینها اعدادی هستن که به 5 بخش پذیرن و 5 هم شمارنده شون هستش. بله. کدام یک از عددهای روبرو بر 15 بخش پذیر چرا؟ هر عددی که بر 3 و 5 بخش پذیر باشه بر 15 هم بخش پذیره. پس اینجا نکتهشو نوشتیم. اعدادی که هم بر 3 هم بر 5 بخش پذیر باشند بر 15 بخش پذیرن. یادآوری قبلی: اعدادی که رقم یکانشون 0 یا 5 باشه بر 5 بخش پذیرند. اعدادی که مجموع ارقام اونها به 3 بخش پذیر باشه اون عدد هم به 3 بخش پذیره. ببینید الان 345 به 5 بخش پذیره چون رقم سمت راستش 5. مجموع اعدادش 5 و 4 میشه 9. 9 با 3 هم میشه 12. پس این عدد به 3 بخش پذیره. پس 345 هم بر 3 بخش پذیره هم بر 5 بر 15 هم بخش پذیره. 924 به 15 به 5 بخش پذیر نیست چون رقم سمت راستش 4، پس این قابل قبول نیستش. اما 555 رقم سمت راستش 5 پس به 5 بخش پذیره. مجموع ارقامش هم میشه 15 که بر 3 بخش پذیره، پس این 555 بر 15 بخش پذیره. 360 رقم سمت راستش 0 پس بر 5 بخش پذیره. مجموع ارقامش هم 9 پس بر 3 هم بخش پذیره، پس این عدد هم بر 15 بخش پذیره و یعنی 15 یکی از شمارنده های این اعداد هستش. تمام شمارنده های عددهای زیر رو بنویسید. این شمارنده هاشو میخوام بنویسیم. 50 از 1 شروع میکنیم میشه 1 هست، 2 هست، 5 10 25 50. این شمارنده های عدد 50 است. 40 چی؟ 1 2 4 5 8 10 20 40. این اعداد هم میشه شمارنده های عدد 40. 30 چی؟ 1 2 3 5 6 10 15 و 30 شمارنده های عدد 30. 24 1 2 3 4 6 8 12 و 24. عدد 20 1 2 4 5 10 و 20 و عدد 18 1 2 3 6 9 و 18. اینها رو ما اگر تقسیم کنیم 18 رو به 1 تقسیم میکنیم، 1 بخش شمارنده هر عددی هست. 2 مثلا میبینیم 18 به 2 میشه 9 پس هست. 18 به 3 میشه 6 هست. 18 به 5 مثلا بخش پذیر نیست پس شمارندهش نیست 5. همینطوری میتونیم تمام اعداد رو ما تمام شمارنده هاشون رو به دست بیاریم. جملات درست زیر رو با تیک، جملات نادرست رو با ضرب مشخص میکنیم. دلیل نادرست بودنش هم میگیم. عدد 29 گفته اوله. این جمله
درسته. دلیلش هم که قسمت‌های قبلی داشتیم، چون حاصل ضرب دو عدد نداره. این درست ها رو دیگه دلیل نمیخوام. البته هر عدد حداقل 2 شمارنده داره، اینم که قبلا گفتیم در موردش صحبت کردیم. هر عدد حداقل 2 تا شمارنده داره. خود عدد 1 فقط 1 شمارنده داره، پس چون گفته هر عدد، این جمله غلطه. عدد 1 فقط 1 شمارنده داره، خود 1 دیگه 2 تا نیستش. تمام عددهای اول فرد هستند، چون اگر زوج باشن عدد 2 شمارنده اونها میشه. این جمله غلطه. چرا غلطه؟ فکر کنی چرا؟ چون عدد 2 خودش عدد اول هستش و زوج هم هستش و این جمله از این بابت غلط میشه. اگر عدد غیر از خودش و 1 شمارنده دیگری داشت، غیر از خودش و 1 شمارنده حتما اول نیست. درسته دیگه. فقط اصلا تعریف اعداد اول این بود که فقط بر خودشون و 1 بخش پذیرن. در کلاس 4 گروه 3 نفره و 6 گروه 4 نفره وجود داره. دانش آموزان این کلاس رو در چند حالت میتوان به گروه‌هایی با تعداد مساوی که تعداد نفرات هر گروه بین 2 و 7 نفر باشند تقسیم کرد. 4 گروه 3 نفره، 6 تا گروه 4 نفره. خب چطوری میشه تقسیم کرد؟ به 4 حالت. تعداد کل دانش آموزان میشه چند تا؟ 4 3 تا 12 تا، 6 4 تا هم 24 تا، میشه 36 تا. خب حالا میخوایم تقسیم کنیم. 36 که میشه 2 ضرب در 18، 18 تا گروه دوتایی میشه. خب که گفته بین 2 و 7 باشن. میتونیم بنویسیم به صورت 3 ضرب در 12، 12 تا گروه ستایی، یا میتونیم بنویسیم حاصل ضرب 4 ضرب در 9، 9 تا گروه 4 تایی. 5 نمیشه، 6 میشه 6 تا گروه 6 تایی. خب دیگه بعد 7 هم که دیگه نداریم، گفته بین 2 و 7 نفر باشن. پس به 4 حالت ما بتونیم دانش آموزان کلاس رو میتونیم تقسیم کنیم تو گروه های مختلف، یا 6 تایی یا 9 تایی یا 12 تایی و یا 18 تایی. 2 تا گروه 18 تایی یا 18 تا 2 تایی فرق نمیکنه. به اون حالت میتونیم تقسیم کنیم. وقتی می نویسیم 3 ضرب در 6 مساوی 18، آیا میتونیم نتیجه بگیریم که هم بر 3 بخش و هم بر 6 شما هم 3 و هم 6 شمارنده های 18 هستند؟ چرا؟ بله میتونیم بنویسیم. چرا؟ چون عدد 18 بر 3 و 6 بخش پذیره. پس میتونیم بگیم که عدد 3 و عدد 6 شمارنده های عدد 18 هستند. آیا میتونیم نتیجه بگیم که همیشه تعداد شمارنده های یک عدد زوجه؟ خیر. مثلا تعداد شمارنده های عدد 4 فرده، 1 بود، 2 بود و 4 بود. پس همیشه این قانون نیستش که شمارنده ها تعدادشون زوج باشه. 1 و 2 و 4 شمارنده های عدد 4 هستند. آیا حاصل ضرب دو عدد اول میتواند عددی اول باشد؟ چرا؟ اینم جوابش خیره. چون این دو عدد اول شمارنده های عدد حاصل ضرب هستند. شمارنده های، چون دو تا عدد حاصل ضرب دو عدد اول نمیتونه اول باشه، چون خود اینها یه عددی که به وجود میاد اون عدد شمارنده ها چیا بودن؟ همین دوتا بودن دیگه، برای همین نمیشه. مثلا چی مثال بزنیم؟ 3 ضرب در 5 میشه 15. حالا میتونیم بگیم که 15 عدد اوله؟ نه، به خاطر اینکه شمارنده هاش عدد چند بودن؟ شمارنده هاش عدد 3 و 5 بودن. حداقل غیر از 1 و 15 که در نظر نگیریم 3 و 5 شمارنده هاش بودن. پس این عدد اول نیست. هر عبارت را کامل کنید. مجموع دو عدد طبیعی فرد همیشه یه عدد زوج میشه. همیشه یه عدد زوج. مثلا 3 و 5 میشن چند؟ 8. هر عددی که اینجا 9 و 11 میشه چند؟ 20. پس این همیشه زوج میشه. مجموع دو عدد طبیعی زوج همیشه عددی زوج میشه، ولی 2 و 4 میشه 6. هیچ موقع مجموع دو عدد طبیعی فرد نمیشه. مجموع دو عدد طبیعی زوج هم فرد نمیشه. پس ببین همیشه مجموع دو عدد طبیعی زوج هستش.
مجموع یه عدد زوج و یک عدد فرد ولی عدد فرد میشه. دو عدد فرد باشن مجموعشون زوجه، دو عدد زوج باشن مجموعشون زوجه، یکی زوج یکی فرد باشه مجموعشون یه عدد فرد میشه. پس از تکمیل کردن جملات فوق میتونیم با حدس و آزمایش جمله ها رو کامل کنیم، به سوالات پاسخ بدیم. آیا حاصل جمع دو عدد اول همواره یک عدد اول است؟ حاصل جمع دو عدد اول همیشه تو ذهنتون بیاد، مثلا 5 و 7 میشه چند؟ میشه 12. پس این جوابش خیره. شما یک مورد هم بتونه این جمله رو نقض کنه جواب اشتباه میشه. خب امیدوارم که این مطلب در مورد اعداد اول که خدمتتون گفتیم مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گرفته باشه. ما رو در سایت دانشپسند.ir دنبال کنید. پاورپوینت درس ها رو میتونید از اونجا دانلود کنید و همچنین میتونید با دنبال کردن کانال ما در آپارات فیلم های آموزشی ریاضی و درس های دیگه که قرار داده میشه ببینید. امیدوارم که موفق باشید. خدا نگهدار شما.